با سلام، امروز با آموزش این گل زیبا در خدمتتون هستم. برای درست کردن این گل ما از 5 تیکه پارچه استفاده می‌کنیم که بهتره که پارچه‌اش خیلی نازک باشه. پارچه‌های ساده نازک یا پارچه حریر برای این کار خیلی مناسبه. برای برش پارچه از لیوان استفاده می‌کنم. من اینجا از ساده‌ترین نوع لیوان که توی هر خونه‌ای پیدا میشه استفاده کردم. ما برای این کار به 5 عدد پارچه‌ای که با استفاده از لیوان برش زدیم نیاز داریم. بهتر که پارچه‌هاتون خیلی نازک باشه. متریال بعدیمون پرچم گل خارجی هستش و برای ساقه گل نیاز داریم به روبان‌های 13 و 7 میل که آموزش ساقه رو من توی ویدیوهای قبلی بهتون دادم. من برای این گل از 5 برگ استفاده کردم. شما میتونید از 4 برگ هم برای این گل استفاده بکنید. برای درست کردن این گل فقط کافیه که پارچه‌تون رو روی هم قرار بدین تا به صورت نیم دایره در بیاد و با استفاده از نخ و سوزن کوک‌های ریز بزنید پارچه‌تون رو به این شکل. در مورد برگ هم شما اگه میخواین از 4 برگ برای این کار استفاده کنین بهتره که خود روبانتون بزرگتر باشه. یعنی من اینجا از روبان 13 میلی یا 1 سانت استفاده کردم. شما میخواین اگه برگتون 3 الی 4 عدد باشه بهتر که از روبان 2.5 سانت برای برگتون استفاده کنید. بعد از اینکه کارتون رو کوک زدین کارتون به این شکل در میاد. این 5 تا تیکه پارچه رو به همین شکل روی هم قرار میدیم و کوک‌های ریز میزنیم. دقت کنید که شما میتونید از هر رنگ پارچه‌ای برای گلتون استفاده بکنید. تنها موردی که باید دقت بکنید اینه که باید خیلی خیلی پارچه‌تون نازک باشه. بهترین پارچه برای این گل پارچه حریر هستش که هم کار دوختتون رو راحت تر میکنه هم شکل زیبایی به گلتون میده. اگه بخواین از رنگ‌های دیگه برای گلتون استفاده بکنین گلاتون خیلی قشنگ‌تر میشه. همینطور میتونین برای خلاقیت از پرچم گل‌های رنگی‌تر استفاده بکنین. یعنی میتونید برای هر گلتون از یک رنگ پرچم استفاده بکنین. با این کار گل‌های زیادی میتونین درست بکنین. پس این آموزش فقط صرفاً بر این نیستش که شما حتما باید پارچه‌تون سفید و یا پرچمتون صورتی باشه. انتخاب رنگ کاملا دست خودتون هستش. بعد از اینکه تیکه پارچه هاتون رو کوک زدین نخ آخر کارتون رو بکشین و با استفاده از نخ سوزن دوباره روی اولین گلبرگتون کوک بزنین به این شکل. برای اینکه کارتون محکم تر بشه پشت کارتون رو به تعدادی که برای پارچه‌تون نیاز هستش کوک بزنید.
برای کاربرد این گل هم بگم که این گل فقط مختص تسبیح نیستش. شما میتونید این گل رو برای گلستر، گیرستر، تل و کلی وسایل تزئینی استفاده بکنین. اگر توی کار کیف هم هستین، این گل برای کیف هم خیلی مناسب هستش. دقت کنید برای تسبیح نیاز نیستش که تعداد گل هاتون خیلی زیاد باشه، چون این گل کمی سنگین هستش و اگه تعداد گل هاتون برای تسبیح زیاد بشه، تسبیحتون رو سنگین میکنه. بعد از اینکه کارتون رو به خوبی کوک زدین، پرچمتون رو از وسط گل به این شکل رد بکنین و اضافات کارتون رو بگیرین. دقت کنین که بعد از اینکه پرچم رو گذاشتین چند کوک بزنین که کاملا پرچمتون به گل برگاتون متصل بشه به این شکل. بعد از اینکه به تعداد دلخواهتون پشت کارتون رو کوک زدین، نختون رو قیچی بکنین و نوبت میرسه به متصل کردن برگ‌ها به گلتون. دقت کنید که این گل خیلی راحت با استفاده از انگشتا فرم میگیره و اصلا نگران فرم دهیش نباشید. پشت کارتون رو فندک گیری بکنید تا پارچتون ریش ریش نشه. برای اینکه پرچمتون بیشتر به گلتون متصل بشه، مقدار کمی چسب بزنید به گلتون و به این شکل پرچمتون رو به گلتون متصل بکنید. بعد از اینکه کاملا پرچمتون به گلتون متصل شد، نوبت به برگ میرسه. من آموزش برگ رو توی ویدیوهای قبلی بهتون دادم. اینجا من از 5 برگ استفاده میکنم، شما از 4 برگ هم میتونید استفاده بکنید. با استفاده از چسب برگاتون رو به گلتون متصل بکنید. بعد از اینکه برگاتون رو چسبوندین، نوبت به متصل کردن ساقه میرسه. برای ساقه باید شما ساقه پرچمتون رو برش بزنید و ته ساقه رو چسب بزنید به این شکل. دقت کنید که باید کمی از ساقه پرچمتون بمونه. تهش رو چسب میزنید و ساقه رو متصل میکنید به این شکل. بعد از متصل کردن ساقه با استفاده از انگشتاتون گلبرگ‌هاتون رو فرم بدید. دقت کنید که اگر این گل رو با 4 برگ درست بکنید خیلی زیباتر میشه. این هم از گل ما. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.